یه نکته دیگه ای هم هست، ما باید طیف بندی تو این بخش، بله تو همین بخش اینجا غربگرایی، حالا واژه پردازی میکنم برای اینکه طیفش معلوم شه، غرب پرستی و غربگرایی و تعامل با غرب، شاید بشه اینطوری سلایه کرد. ما الان واقعا در مرحله نیستیم که بگیم غرب پرست جدی وجود داره. بله. رسانه دارن آن، حرف میزنن آن، ولی تاثیرگذاری واقعی ندارن. روی امواج سوار میشن، تو جریانات تاثیر میذارن، به اسم خودشون میکنن، ولی واقعیت اینه که قوا و منشأ اون اتفاقات دست اینها نبوده. غرب گرایی شاید ما در برجام هم زدیم، یعنی غرب پرستی که به کنار، که تو دوران طاغوت مشخص بود دیگه، تقی‌زاده و امثاله. غرب گرایی مرسوم در جمهوری اسلامی که یعنی فرهنگی بود ناظر به یه اتفاقاتی که حالا باعث شد که اون جریان انقلابی یه بخشیشون به سمت غرب گرایی برن. اون هم فکر میکنم که تو جریانات مختلفی که به وجود اومد، شاید یکی از جدی‌تریناش برجام اون تجربه شد، یعنی از باب تجربه کنار گذاشته شد، اعتمادش نشد، ضعیفه. آره ضعیف میشه. تأثیری هم توجه کنید نداره، یعنی حتی اگه رؤوسش میاد یه پیامی میده یا افرادش میاد یه پیامی میدن، ماها خب میبینیم میخونیم، جامعه تحت تأثیرش رو میبینید. حتی میتونیم بگیم که شبا میتونن مرگ بر اینها بشه جزء که شعارا، من چیزی ندیدم، خیلی هم نمیبینم این اونور، یعنی تأثیری نداره، حاشیه شدن. انقدر دور از آبادی حرفشون تو وضعیت فعلی، انقدر دور از آبادیه که اصلا دیگه کسی نمیشنوه صدای اینا رو، توجه بهشون نمیکنه و شنیده بشه، یعنی کسی متوجه بشه شروع میکنه درگیری با اینا ایجاد بکنه که خود شما داری تو این وضعیت چه حرفی میزنی. این در واقع تربیت به تجربه است، یعنی رهبری تو مدل‌های مختلف تربیتی که با امت خودش روبرو میشه، تربیت به تجربه رو ما ظاهراً مؤثرترین حالتی دیدیم که در نسبت با غرب میتونیم باهاش بریم جلو. حالا یه لایه سومی وجود داره، اون لایه‌ای که واقعا غربگرا نیست، انقلابیه. انقلابیان به تعریف آقا یه جایی صحبت میکنن میگن که مردم همه انقلابیان، بعد صحبت میکنن میگه نه گروه خاص، انقلابیان دیگه، وایساده پای استقلال، پای آزادی. نکته داره، حتی بعضی موقع‌های تیره از این انقلابی‌های معمولاً هم جوان تحت تاثیر احساسات کنش‌های براندازانه هم از خودشون نشون میده، ولی واقعاً اونم دنبال عزت و اقتدار و آزادی و این حرفا بوده. حالا تو لایه انقلابی که نگاه میکنید، میل به تعامل تاکتیکی با غرب، یعنی که من با غرب بازی کنم، هزینه برام بیاد پایین، دستاورد خودم نقد کنم. به نظر میاد که این پیام اگر بخوایم بگیم حرف جدیدی میخواد بزنه و در استمرار دوران برجام نمیخواد صحبت بکنه، میخواد این لایه رو بزنه. یعنی تاکتیکی هم با غرب نمیشه به این راحتی به نتیجه رسید، مگر از باب تحکم، نه از باب دیپلماسی. دیپلماسی باب دو عنصر هم ارزه، تساویه، اجمالاً برده، یه چیزی بده یه چیزی بگیر. البته ما تو این دور اخیر مذاکرات بی‌اعتمادی به غرب به نظر مشهود بود، یعنی نه مثل برجام همه چی داده شد و نشستیم ببینیم چی میشه، نه مثل دوره‌های قبل که اصلا هر چی او میفرماد ما قبول میکردیم، نه واقعا پله‌های متناظر چیدیم و به نتیجه رسیدیم. حضرت آقا به نظر میخواد اینو بزنه. این هم نکته مهمه، یعنی در واقع داره میره تو لایه عمیق‌ترین، خروجی‌های عمیق‌ترین لایه است که هویت ما با هویت او نمیتواند، بله، نمیتونه با هم بسازه و تقریبا دیگه آخرین لحظات عمر غرب این اندیشه است که ما میتونیم با غرب یه کاری رو انجام بدیم، به این نقطه مشترکی برسیم و یه پیشرفتی بکنیم. این دیگه آخرین لحظاتش.